Ассалому алайкум азиз, инҷо саломи хона саб бошед. Барои шумо ояти 13 сураи Албақара барои шумо тиловат карда ва тарҷима карданем, ки бо нагӯед ки аз кадом олиме ман рӯбардор кардам, копӣ ривоят кардам, не. Чӣ мегӯянд? Мустақим ба шумо оята мехонам ва мустақим ба шумо мефаҳмонам. Аъузу биллаҳи минаш шайطани раҷим. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظیم. در اینجا میگه که و اصل روایت و میشه و اذا وقتی که مگر قیل و وقتی که اگر میشه و اگر و وقتی که مگر نه اگر بخشش و وقتی که قیل گفته شد لهم با آنها آمینو یعنی که ایمان بیارید کما چنانه که آمنه ایمان آوردن ناس مردم اینا کی بودن؟ صحابیا پیروان تابعینا. قالو کی گفت با همون آدمایی که به اونها پیشنهاد کرده شد دعوت کرده شد که ایمان بیارین، آنها گفتن که قالو مگر نؤمنو ایمان بیاریم. نؤمنو این نونی جونیشون جمع است، ضمیر جمع. میگه که ایمان بیاریم کما چنانه که آمنه ایمان آوردن سفها آمن السفها یعنی که احمق ها. دیدی چی میگه؟ میگه که ما ایمان بیاریم مثل احمق ها، چون که در کامنتری می نویسن که تو کم پیرستی تو برای پرده بشی مسلمان در پشت پرده میشی زنی مسلمان، یا که تو برای کار خونه تک، یا که تو چی او رو در کامنتری چی نویسین؟ دیابل نویسین، مرا شیطان نویسین. رحمت میگن میگه که ما ایمان بیاریم به مانند احمق ها. اینم ما هم که به شما آیات قرآن میفهمونیم، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و شما ما رو هم خیلی میشمرین که این شیطان نویسین، کامپیر نویسین. بوم میگه که سال تولدتون چنده میپرسین مرا، و سال تولد ما شما باید سوال نتین. و شما مثل که ما میرسونیم، ما رساننده هستیم، ما شما را باید گوییم که مثل که به زینا نزدیک نشوید. زینا این عاقبتش بیماری های توبه نشونده میاره. مرد حجت خانه میره و اجوش میخزه که چیز مردانگیش نیست، غلطی ده. بله این ما باید آگاهی دیم و خبر دیم. ما پیروان پیغمبر، ما صحابیو، ما پیروان شدیم، پیرو شد. بعد آخر ما نام اساسی ما چه؟ امتی رسول. ما در کدام اصل نباشیم، ما امتی رسول صلی الله علیه و آله هستیم، ما ملت اسلام هستیم. در ما ملتی چی میگن؟ ملت ها نیست. در کدام ملتی در کدام زبان است؟ یک ملت است در دین اسلام، ملت اسلام. در آیت قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان انما المؤمنون اخوه. صدق الله العظیم. و درسته که همه مؤمنان برادر همدیگر هستند. خب اینجا بعد چی میگم؟ ما ایمان بیاریم ما احمق میشمارن. پیغمبر ما صلی الله علیه و که عمره اومدن اینجا که مشکل مکه جمع شدن که ابیو گفت شاعرش میگیم، یک قسم گفت بیا دیوانه میگیم، قسم گفت جادوگرش میگیم. گفتن چرا؟ آخه شاعر نیست که در نزد یگان استاد تعلیم کرده نیست. آخه دیوانه نیست که مثل آدمای سالم گپ میزنن. آخه جادوگر نیست که میگه جادوگر برای که دین باباش قبول نداره و جادو کرده دین دیگر به ما آورده. ما رو جادو میکنه، به خودش ما رو جلب میکنه. آیت قرآن جادو داشته. همین مرا نه پدر نه مادر هیچ کس نگفت که برای بخون. پدری ما از دنیا قرآن نخونده رفتگی. پدری ما قرآن نخوندگی نیسته. مادرم قرآن یاد گرفتگی بود، به تجوید میخوند. نه که پدری ما یگان پشت اولادش قرآن خوان گذاشتگی نبود. یگان پشتش قرآن خوان گذاشتگی نبود. مادری مرا طرف مادریش بگیم باباشون علمای اسلامی گذاشتگی بسیار. قرآن خوان مثال خاص شد. نه که پدری ما قرآن خوان از دنیا قرآن نخوانده رفتگی، نماز میخوندن، مسلمان بودن، کلمه اوبالا دونسته، یگان گناه نمیکردن، یگان کاری گناهی نمیکردن، قرآن نمیخوندن. من از پدری بگیم قرآن نمیخوندگی خودم همین راه رفتم، خواستم که حقیقت فهمم. این امر خداوند است. همین برادرای منم نمیخواستن که من خارج راه خونده بیام، لیکن من خواست ورزو کردم، الله تعالی دعای مرا قبول کرد و مرا گرفته برای خودش هدایت کرد. کسی که از خداوند خواه خداوند مرا به او راه میبره، لیکن کسی که نخواه بنی میگه که ما ایمان بیاریم به مانند احمق‌ها. لیکن ما در یگان جفتگی نیستیم که به مانند احمق‌ها، برای که من از الله تعالی خواستم که قرآن فهمم. الله تعالی برای راست این در دیگه آیت قرآن میگه که وقتی خداوند آنها را برای راست هدایت کرد
برای آنها آسان میگرداند تعلیم گرفتن و راه حق رو جستن و از خود کردن. بله، در اینجا میگد که ما ایمان بیاریم مانند احمق میشمرن. مرم در کامنتاری می نویسن احمق هرچی. خب بعد در ادامه چی میگه؟ میگه که الا مگر میگه اینهم این به درستی که هم آنها هم خودشون سفها خودشون احمق ها هستند، راه گم زده هستند، گمراه ها هستند و لیکن لا یعلمون، نمیدونن، درک نمیکنن و حس نمیکنن. آنها خودشون گمراه زده هستند. آنها خودشون مثل که نمازشون رو نمیخوانند، با خداوند رابطه ندارن، کوری خود بینای مردم میگن کو. بله، دوست فکر میکنن که اما در اطراف دوست داشتن هم هسته. زینوکور فکر میکنن که اما زینوکور هسته. نماز میخوندگی فکر میکنن اما نماز نمیخوندگی برای نماز تبخون میگن. بله، مثل یه خشمو زنش نیکو نکرده زینو کرده گرفته بعد مرا تهمت کرد که تو فحشی. این گونه انسان ها هستن. این گونه انسان ها هستن که خودشون هم کار میکنن، فکر میکنن در اطراف وی هم آدم هم کار میکنه دیگه. این مثلا آدمای راستگو فکر نمیکنن که آدمو دروغگوان، فکر میکنن راستگو هستن. ما دائما فکر میکنیم که هم آدمو راستقال هستن که تو اینکه در دروغشون روپرو نشدن فکر میکنن هم آدم دیگه اطراف راستگو هستن، راستقال هستن. آدم چگونه که باشه اطرافیش هم همون گونه تصور میکنن. برای اینا میگن که در اینجا ما ایمان نمیاره به مانند احمقا. بله، ما امت اسلام یک امت هستیم، مسلمان هستیم، باید که از قرآن پیروی کنیم. باید که ما آدمایی که خدا به ما علم داده است، دانش داده است، باید که ما با آدمای دانش نداشتگی باید که رسانیم. بله، ما رساننده ها هستیم، پیروی پیغمبر سلام و کتابی هستیم و پیروی میثاق صحابگان هستیم و حمایت از دین خودمون باید کنیم. ما که حمایت نکنیم هیچ کس دین ما رو حمایت نمیکنه. این خاص خداوند است. از هر یک ملت الله تعالی یک بنده رو گرفته برده تعلیم میدهد و برگردونده به نزد مردمش میاره که تا اینکه مردم خود رو با زبان خودشون بفهمونن. این با زبان مادری به شما میفهمونن که دین ما اسلام است، کتاب ما قرآن است، پیغمبر ما مسلم است و امت ما امت یک امت است، امت اسلام. در ما ملت جویی نیست. ما نمیگیم که ملت دیگر هستی، تو خواهر من هستی، برادر من هستی. ما هممون در تگ یک قرآن و در پیروی یک پیغمبر باید که جمع شویم. میگه اعوذ بالله من الشیطان واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. میگه بر اسم خداوندی چنگ بیاندازید و پراکندگی نکنید، پراکنده نشوید. خب لایک، подписаться و چی میگم، поделиться فراموش ندارم از خدمتتون.